مبارزه او علیه اداره‌کنانی طالبان در افغانستان با سیمای جنگی عاشقانه احمدشاه مسعود در جهان غربی همچون قهرمان شناخته می شود. ما از گذشته تا با امروز با هر نوع حرکت افراطی ولو اسلامی باشه با او موافق نبوده و مخالف است و او را به خیر مردم افغانستان، منطقه و جامعه نمیدانیم. در دوره اشغال شوروی در سالهای 1979-1989 احمدشاه مسعود در مبارزه خود در زادگاهش وادی پنجشیر نام به دست درآورده است. با طفیل محافظت این نقطه استراتژی در شمال شرقی پایتخت کابل او صاحب تخلص شهر پنجشیر شد. وقتی که حکومت جانبدار مسکو در سال 1992 پس از خروج شوروی پاش خورد، آن وقت در بالای یکی از تنگها احمدشاه مسعود و کابل وارد شده بود. بعدتر شهر پنجشیر در حکومت برهان‌الدین ربانی وزیر مدافع می شود. اما وقتی که گروه های مجاهدان با یکدیگر جنگ کردند وضعیت تغییر یافت. وقتی که طالبان سال 1996 پیدا شد پایتخت را ضبط کردن گرفتند. شاه مسعود لیدری برکنار شده ربانی و باقی مانده ارتشی افغان را گرفته به کوه برآمد. ما و شما همه قدر به این پایان بالا پیش طفل سیاست میگردیم. به کدام چشم بگرده؟ وی تمثیلگری اقلیت ها بود. یک پسر افسر زاده تاجیک شاه مسعود با دستگیری اقلیت های ازبک و خزر گروه تشکیل کرده پیشرفتی طالبان را به شمال قطع کرد. او دستگیری اقلیت های را داشت که ضد طالبان بودند. اکثریت طالبان را پشتونی ها افغانستان تشکیل میکرد. آن اینچنین با دشمنانی دورانی روسیه هم دست شد، یعنی یک جای حرکت کرد، چون که روسیه از پهن شدن طالبان به آسیای مرکزی نگران بود. از سال 1996 قلمرو در زیر نظارت شاه مسعود کاهش یافت. یک سال پیش باشد منطقه های بغلان و تها را از دست دادند. یگانه منطقه‌ای که او آنجا برتری داشت بدخشان بود. شاه مسعود در زمانهای اخیر در روابط اپوزیسیونی افغانستان با اروپا یک صحیفه نو باز کرد. فرمانده افسانوی از جانب راهبران اتحاد اروپا همچون قهرمان هنگام سفر اروپا پذیرفته شد. شاه مسعود از طرف اتحاد اروپا همچون نایب پرزیدنت افغانستان به استراسبورگ دعوت کرده می شود. وزیر کارهای خارجی فرانسه هوبرت ودرین با شخصان کلیدی از قبل رئیس پارلمان فرانسه رایموند فورنی و رئیس سنات کریستیان پونسلت و رئیس پارلمان اروپا نیکول فونتین ملاقات کرد. وی برای سرنگون کردن طالبان از اروپا کمک خواست. همان زمان روسیه که پیشتر بر ضد مسعود جنگ میکرد کمک نظامی را با او شروع کرد. قهرمان شهر پنجشیر احمدشاه مسعود بعد از سفر روسیه، ایران و اروپا 9 سپتامبر سال 2001 کشته شد. دو روزنامه‌نگار عرب از بلژیک خواستند در قشلاق خواجه بهاءالدین پنجشیر با شاه مسعود ملاقات کنند. پس از 5 روز انتظار شدنشان 9 سپتامبر ملاقات کردند. هنگامی که نوار بردار به محاسبه آمادگی می گرفت بمبای پرقوت در دستگاه پنهان شده بود. افتید بعدتر حادثه توسط همسر یکی از این روزنامه‌نگاران آموخته شد. حملگران نمیدونستند که این بمب است. طبق ائتلاف شمالی و مطبوعات غربی اکتشاف پاکستان ISI با این کشتار ارتباط داشت. همزمان سردار ISI در واشنگتن بود.
вай бар шахсиятҳои маъруф дар маъмурияти буш мулоқот мекард. Инҳо Колин Паул, Ричард Армитаж, президенти CIA Ҷорҷ Танет ва кормандони Сенат буданд. Айни ҳол ин ҳодисаҳо дурахшонтар шуда истоданд. Маълумоти дақиқтар дар бораи нақши ИМЕА ва Покистон дар куштор пайдо мешавад.